به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با رمانی زیبا و جذاب شروع میکنیم. جراح دیوانه، نویسنده ژارگن توروالد و ترجمه آقای ذبیح الله منصوری هستش که چاپ سوم این کتاب در اختیار من هست و انتشارات زرین در تهران این کتاب رو در بهار 1365 چاپ کرده. قطعاً چاپ‌های جدیدی از این کتاب هم هست که الان منتشر شده، ولی خب من چاپ سوم این کتاب رو در اختیارم دارم. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا یک نوشته بسیار کوتاه در مورد کتاب رو از آقای منصوری برای شما میخونم و سپس با فصل اول شروع میکنیم. لطفاً با من همراه باشید. کتابی که اینک برای خواندن به دست میگیرید تألیف مردی آلمانی به نام ژارگن توروالد که در سال 1916 میلادی در ایالت راین که امروز از ایالات آلمان غربی میباشد متولد شد و بعد از تحصیلات مقدماتی وارد رشته پزشکی گردید و در آلمان و فرانسه و انگلستان رشته پزشکی را تعقیب کرد، لکن حرفه پزشکی را انتخاب ننمود. ژارگن در سال 1939 میلادی که آلمان به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم آغاز شد، وارد خدمت نیروی دریایی آلمان گردید و مشاهدات خود را در جنگ‌های زیردریایی برای روزنامه‌های آلمان می‌نوشت. پس از اینکه جنگ جهانی دوم به اتمام رسید و ژارگن از خدمت سربازی مرخص گردید، شروع به نویسندگی کرد و در آغاز خاطرات خود را در جنگ جهانی دوم در چند کتاب منتشر نمود و آنگاه در سرت برآمد که شرح حال زائر بروخ، جراح بزرگ آلمان را که خوانندگان در این کتاب با وی آشنا می‌شوند به رشته تحریر درآورد. وقتی ژارگن مصمم شد که شرح حال زائر بروخ را در کتابی منتشر نماید، آن جراح معروف زندگی را بدرود گفته بود و نویسنده به خود آن مرد دسترسی نداشت و برای نوشتن شرح حال او به شاگردان و دستیارانش و بیمارستان‌هایی که در آنجا کار کرده بود و به خصوص بیمارستان شاریتی در برلن شرقی مراجعه کرد. ژارگن نمیخواست در این مجموعه یک کتاب پزشکی بنویسد، ولی چون کتابش مربوط به شرح حال یک جراح بزرگ است، به طور طبیعی اطلاعات پزشکی و زیست‌شناسی وارد بافت کتاب گردیده و خواننده از آن اطلاعات بهره‌مند می‌شود. قهرمان اصلی این کتاب یعنی زائر بروخ در آخر عمر دچار جنون ادواری شد و این عارضه در سالهای پایان عمر عارض بعضی از مردها و زنها می شود و ساده ترین پدیده آن نسیان دوره پیری است که قسمتی از سالخوردگان بدان مبتلا می گردند و حتی آن عارضه ساده هم برای دیگران بدون خطر یا ضرر نیست، زیرا یک زن یا مرد سالخورده ممکن است وعده ای را که به دیگری داده فراموش کند و او را دچار بلا تکلیفی یا خطر نماید. آزموده شده کسانی که تا آخر عمر حافظه خود را به کار می‌اندازند دچار نسیان دوره پیری نمی‌شوند و استادان دانشگاه از این قبیل هستند و چون در دوره سالخوردگی مثل دوره جوانی از حافظه خود استفاده می‌نمایند و همچنان آن را به کار می‌اندازند، گرفتار فراموشی دوره پیری نمی‌شوند. زائر بروخ چون مردی دانشمند بود و مثل دانشمندان دیگر در دوره پیری کتاب می‌خواند و نمی‌گذاشت که حافظه‌اش تعطیل شود، نباید دچار فراموشی که مبدل به جنون ادواری گردد بشود و لذا وضع روحی زائر بروخ یک پدیده استثنایی بوده و مردی چون او نبایستی در آخر عمر دچار جنون ادواری شود و بر اثر دیوانگی وی فجایعی که در این کتاب می‌خوانیم را رخ بدهد. ژارگن نویسنده این تحقیق که اینک مردی 69 ساله است در ایالت باور واقع در آلمان غربی زندگی می کند و دارای یک پسر و یک دختر جوان می باشد که هر دو همسر دارند. این نوشته کوتاه ترجمه
که در انتهای کتاب آورده شده نوشته آقای ذبیح الله منصوری هستش که اسم نویسندگی و اسم مستعار ایشون ذبیح الله منصوریه و اسم اصلیشون ذبیح الله حکیم الهی دشتی. لطفاً با من همراه باشید تا پس اولین کتاب رو برق بزنیم. قسمتی از کارهای برجسته یک جراح. در کشور آلمان از قدیم کسی که عهدهدار امور مالی یک دانشکده پزشکی و جراحی بود به اسم مشاور دانشکده خوانده میشد و بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان به دو کشور آلمان شرقی و آلمان غربی تقسیم شد، شغل مشاور دانشکده پزشکی و جراحی در آلمان شرقی از بین نرفت. با اینکه دیگر در آلمان شرقی دانشگاه‌ها مثل گذشته استقلال نداشتند و همه تحت نظر حکومت آلمان شرقی بودند، در هر دانشکده پزشکی و جراحی یک مشاور امور مالی دانشکده را اداره می‌کرد. در روز 15 ماه می سال 1948 میلادی یک مشاور دانشکده پزشکی و جراحی به اسم هال وارد اتاق سرپرست بهداشت در برلن شرقی شد. در آن تاریخ هنوز حکومت آلمان شرقی به طور رسمی به وجود نیامده بود و شهر برلن تحت اشغال 4 دولت شوروی، امریکا، انگلستان و فرانسه اساسنامه اداری مخصوص داشت. معاذا برلن شرقی که امروز پایتخت آلمان شرقی می باشد، به طور غیر رسمی پایتخت آلمان شرقی به شمار می آمد. در آلمان از قدیم رسم بود پزشکان و جراحانی که برای بیمارستان‌های عمومی انتخاب می‌شدند با تصویب بهداری انتخاب می‌گردیدند و مشاورین دانشکده‌های پزشکی و جراحی هم در انتخاب پزشکان و جراحان بیمارستان‌های عمومی، بیمارستان‌هایی که با بودجه دولت یا شهرداری اداره می‌شد، نظر داشتند. و در آن روز دکتر هال به اتاق سرپرست بهداشت آلمان شرقی رفت تا راجع به انتخاب یک جراح با وی مذاکره کند. پس از اینکه دکتر هال وارد اتاق سرپرست بهداشت شد و نشست، گفت آمده‌ام راجع به دستیار جدیدی که بایستی در بیمارستان شاریتی مشغول کار شود با شما صحبت کنم. توضیح شاریتی در زبانهای اروپای غربی و مرکزی به معنای نیکوکاری و به خصوص برای دستگیری از فقرا و درمان مستمندان می باشد و کلمه است فرانسوی که وارد زبانهای دیگر شده و فرانسوی ها شاریته می گویند. پس از اینکه دکتر هال وارد اتاق شد، سرپرست بهداشت جواب داد: من هم شنیدم که دکتر ویلفرید بایستی در آن بیمارستان کار کند. دکتر هال گفت: آیا اطلاع دارید که دکتر ویلفرید عضو نازی بود؟ سرپرست بهداشت جواب داد: از این موضوع اطلاع دارم، اما پروفسور زایربروک او را برای دستیاری خود انتخاب کرده است. دکتر هال جوان بود و زایربروک را به خوبی نمی‌شناخت. به این جهت اظهار داشت: آیا چون زایربروک او را برای دستیاری خود انتخاب کرده باید تمام ضوابط را زیر پا گذاشت؟ آیا فکر نمی کنید اگر شما با این انتصاب موافقت نمایید در بالا راجع به این موضوع چه خواهند گفت؟ سرپرست بهداشت جواب داد: خود اولبریخت به سبب کمبود جراح با کار کردن دکتر ویلفرید زیر دست دکتر زایربروک موافقت کرده است. دکتر والتر اولبریخت که در سال 1973 میلادی در 80 سالگی زندگی را بدرود گفت، بعدها ریاست حکومت آلمان شرقی را به عهده گرفت. چه توضیح پاورقی بود از آقای منصوری در مورد این پزشک. دکتر هال وقتی دانست که پیشنهاد دکتر زایربروک برای اینکه دکتر ویلفرید به سمت دستیار با وی کار کند از طرف مقامات بالا مورد قبول قرار گرفته، دیگر مخالفت نکرد و برخاست و از اتاق خارج شد. پروفسور فردیناند زایربروک که در آن تاریخ مردی بود 72 ساله و در برلن شرقی زندگی می‌کرد و تا مدتی محسود تمام جراحان آلمان به شمار می‌آمد، او نسبت به دیگران آنقدر برجسته بود که جراحان دیگر به تدریج رشک خود را فراموش کردند و در عوض برای زایربروک احترام زیادی قائل شدند. کسانی هستند که آنقدر درخشندگی دارند
و نورشان چشمها را خیره می کند که رقیبان در صدد برمیآیند که لجن و گل بر آنها بپاشند، اینکه مثل خودشان بشوند و نورشان از بین برود. اما زایبروک در بین جراحان آلمان و اروپا طوری برجسته و شاخص بود که کسی به فکر نمی‌افتاد که به سوی او لجن و گل بپاشد، چون می‌دانست که با آن کار خود را بدنام خواهد نمود و سند فرومایگی خویش را به دست دیگران خواهد داد. معاهازا در بین جراحان آلمان کسانی بودند که بعد از اینکه زایبروک وارد مرحله کهولت، یعنی مرحله بعد از 60 سالگی شد، در ته دل امیدواری داشتند که روزی دستهای زایبروک دچار رعشه خواهد شد و از آن پس دیگر نخواهد توانست کارد جراحی را به دست بگیرد و در اتاق عمل جلوه کند. اما سالهایی بعد از 60 سالگی زایبروک گذشت و اثری از لرزش در دستهای آن جراح نابغه به وجود نیامد. پس از اینکه نازیها در آلمان روی کار آمدند، هیتلر خواست زایبروک را وارد حزب نازی کند، چون وجه او به قدری زیاد بود که اگر وارد حزب نازی میشد یک وزنه سنگین به شمار می آمد. اما زایبروک حاضر نشد وارد حزب نازی شود، ولی او آنقدر در جامعه احترام داشت که بعد از اینکه نازیها بی‌اعتنایی او را نسبت به حزب خودشان دیدند، برخلاف آنچه که با افراد دیگر می‌کردند، در صدد برنیامدند که مورد آزارش قرار بدهند. برجستگی یک جراح بسته به شماره اعمال جراحی او نیست، بلکه وابسته به این است که در رشته جراحی چه ابتکارهایی از وی دیده شده و چه چیز تازه آورده است. و زایبروک آنقدر چیزهای تازه در جراحی آورده که یکی از آنها هم کافی بود وی را مشهور و نامش را جاوید نماید. اول کسی که در قرن ما کارد جراحی را در قلب یک انسان به کار انداخت زایبروک بود و با موفقیت عمل جراحی در قلب را به اتمام رسانید و برای اینکه هنگام عمل خون به بدن بیمار برسد از یک قلب مصنوعی استفاده نمود. قلب مصنوعی زایبروک که از ابتکارات خود او می باشد مانند قلب‌های مصنوعی امروزی کامل نبود، ولی با وجود این به خوبی خون به بدن بیمار می رسانید و هر بیمار که مورد عمل جراحی قلب قرار بگیرد و معالجه شود و زندگی ادامه بدهد رهین زایبروک می باشد، چون او بود که راه را برای جراحی در قلب گشود. قبل از زایبروک ألسر معده یا زخم معده را با کارد جراحی درمان می‌کردند و آن جراح نابغه اولین بار برای درمان زخم معده از مایع سرد استفاده کرد و به وسیله یک لوله مضاعف مقداری الکل را که برودت آن 20 درجه زیر صفر بود وارد معده بیمار کرد، به طوری که با زخم معده تماس حاصل کند و آن را از لوله دوم خارج نمود. و پس از اینکه چند بار در چند روز آن عمل تکرار میشد و زخم معده بیمار در مجاورت الکل سرد قرار می گرفت، ألسر از بین می رفت و بیمار از عمل جراحی برای درمان زخم معده راحت می گردید. زایبروک اولین جراح است که به فکر افتاد از داخل معده عکس بردارد، اما نه به وسیله اشعه مجهول بلکه به وسیله یک دوربین کوچک عکاسی که از راه مری لوله گردن وارد معده می‌کرد و آن دوربین به طور مستقیم و از راه نزدیک از درون معده عکس برمی‌داشت. قبل از زایبروک بیماری سرطان مری یا لوله گردن بدون درمان بود و سبب هلاک بیمار می‌شد. اما زایبروک عمل جراحی در مری را ابتکار و متداول کرد و قسمتی از مری را که مبتلا به سرطان شده بود برید و دور انداخت و بعد برای اینکه خلأ به وجود نیاید دو قسمت بریده شده را به هم پیوند زد. امروز هم جراحان کمتر مبادرت به عمل لوله گردن می کنند، به طوری که هنوز سرطان لوله گردن یک بیماری غیر قابل علاج می باشد و علت بیماری نجویدن غذا و بلع غذاهای خشن و نوک‌تیز از جمله نان برشته است و زایبروک می گفت با اینکه نان برشته یا توست از لحاظ بهداشت دستگاه گوارش بر نان خمیر مزیت دارد، من ترجیح می‌دهم نان خمیر بخورم تا اینکه در معرض خطر ابتلا به سرطان لوله گردن قرار نگیرم.
دیگر از شاهکارهای جراحی زایربروخ این بود که در جنگ جهانی اول چندین بار دست یا پا را که به کلی از بدن جدا شده بود به بدن متصل کرد و پیوند دست و پای جدا شده گرفت و سربازی که دست یا پا را از دست داده بود عضو از دست رفته را باز یافت و تا پایان عمر مثل افراد معمولی از آن استفاده کرد. روزی که زایربروخ دست یا پای جدا شده را به بدن پیوند میزد، داروهای امروزی از جمله داروهای آنتیبیوتیک نبود و بخیه‌های امروزی که در داخل زخم به تعطیل می‌رود وجود نداشت و زایربروخ دست یا پای جدا شده را به وسیله نخ‌های موسوم به کاتگوت که از روده جانوران به دست می‌آید و یک نوع زه بسیار باریک بود به بدن پیوند می‌زد و از آن به بعد خطر عفونت زخم یا چک کردن زخم وجود داشت. ولی جراحی او چنان دقیق و تمیز بود که هرگز زخم دچار عفونت نمی‌شد. در آن روزگار جراحان قبل از عمل جراحی از بیم آلوده کردن زخم بیمار با دست خودشان مدت 15 دقیقه متوالی دو دست را با آب و صابون و آواهک می‌شستند که میکروب‌های دست از بین برود. در صورتی که امروز جراح یک جفت دستکش لاستیکی یا پلاستیکی ضد عفونی شده را به دست می‌کند و با اطمینان از اینکه زخم بیمار را با دست‌های خود آلوده نخواهد کرد مبادرت به عمل جراحی می‌نماید. زایربروخ اولین جراح است که به وسیله عمل جراحی در ریه سل ریوی را که یک مرض کشنده بود درمان کرد و با عمل جراحی یک لوف یا یک قاچ از ریه بیمار را که از بیماری سل مجروح شده بود برمی‌داشت و بیماری مسلول ریوی را از مرگ می‌رهانید. بیرون آوردن غده سرطانی از ریه یا کبد از طرف زایربروخ جزء اعمال پیش پا افتاده جراحی او محسوب می‌شد و اگر متاستاز یعنی کوش کردن بافت سرطانی از یک قسمت بدن به قسمت دیگر که در آن صورت در قسمت دیگر هم تومور یا غده سرطانی به وجود می‌آید پیش نمی‌آمد، بیماری که دچار یک تومور در ریه یا کبد شده بود مداوا می‌شد و از مرگ می‌رهید. مبتکر بیرون آوردن غده سرطانی از ریه و کبد نیز زایربروخ بود و هر کس در هر نقطه از جهان که با عمل جراحی از غده سرطانی ریه یا کبد رهایی می‌یابد اگر عمر طبیعی بکند و دچار متاستاز نشود بازیافتن سلامت خود را مدیون زایربروخ است. زایربروخ در جراحی پلاستیکی یعنی جراحی برای زیبا کردن اشخاص نیز مبتکر بود و یک روش نو و بدیل برای زیبا کردن کسانی که به او مراجعه می‌نمودند ابداع نمود. او می‌توانست مثل جراحان پلاستیکی دیگر شکل بینی و گوش و گونه و دهان را عوض کند، اما هنر آن جراح نابغه در آن بود که افراد را با مداخله در ترشح غدد باطنی آنها زیبا، آن هم زیبایی جاوید می‌کرد و نمونه‌اش مارلن دیتریش هنرپیشه سینمای آلمانی است که اکنون در امریکا فعالیت می‌کند و امروز نزدیک 80 سال از عمرش می‌گذرد و هر که وی را می‌بیند اگر نشناسد تصور می‌کند یک زن 25 یا 26 ساله است و هیچ کس وی را یک زن 30 ساله نمی‌بیند تا چه رسد به یک زن 80 ساله و او از کسانی است که به وسیله زایربروخ دارای زیبایی و جوانی جاوید گردید. سالها از مرگ زایربروخ می‌گذرد و هنوز هیچ جراح پلاستیکی نتوانسته در این قسمت یعنی زیبا کردن اشخاص از راه مداخله در ترشح غدد باطنی آنها کار زایربروخ را ادامه بدهد. به جرئت میتوان گفت که در اکثر رشته‌های جراحی قرن 20 که اینک 4/5 آن گذشته اکثر ابتکار و در بعضی از آنها اثر نبوغ زایربروخ را میتوان دید و چند تن از رؤسای دول جهان از طرف زایربروخ مورد عمل جراحی قرار گرفتند که یکی از آنها استالین بود و زایربروخ بعد از جنگ جهانی دوم برای عمل جراحی او به شوروی رفت اگرچه معلوم نیست که مورد عملش چه بوده چون بعضی گفتند که برای عمل آپاندیس استالین عازم شوروی شد و برخی گفتند که یک عمل آپاندیسیت آنقدر اهمیت نداشت که جراحی چون زایربروخ را به شوروی ببرند و در خود شوروی جراحانی ماهر وجود داشتند و می توانستند آپاندیس استالین را
مورد عمل قرار بدهند و اینان میگویند که زاربروک را برای عمل کردن یک غده سرطانی استالین به شوروی بردند و خود زاربروک تا روزی که زنده بود نگفت که استالین را برای چه بیماری مورد عمل قرار داد، زیرا بر طبق سوگند بقراط عقیده داشت که پزشک بایستی اسرار بیمار را حفظ نماید. آلفونس 13 پادشاه اسبق اسپانیا هم از طریق زاربروک مورد عمل جراحی قرار گرفت. قبل از جنگ جهانی دوم مذاکره شد که زاربروک به تهران بیاید و شاه اسبق را مورد عمل قرار بدهد، اما چون در تهران آن زمان وسایل پزشکی جدید آن دوره مثل برلن وجود نداشت و حمل آن به تهران کاری نبود که در چند ماه امکان پذیر باشد، زاربروک از وی خواست به برلن برود تا مورد عمل قرار بگیرد. لکن هنگامی که قصد داشت به برلن برود، هیتلر به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم آغاز شد و مسافرت شاه ایران منتفی گردید. فصل دوم، دستکاری در غده‌های باطنی. غده‌های باطنی بدن انسان در اصطلاح پزشکی بین‌المللی موسوم است به غده‌های اندوکرین. کلمه اندوکرین مثل بسیاری از اصطلاحات پزشکی بین‌المللی از ریشه یونانی گرفته شده و این اصطلاح دو ریشه یونانی دارد، یکی اندون و دیگری کرینین. اندون در زبان یونانی یعنی درونی و کرینین یعنی ترشح کردن و در مجموع یعنی غده‌هایی که بدن ترشح می‌کند درون بدن و در زبان فارسی برای اینکه با سایر غده‌های بدن که آنها نیز دارای ترشح هستند مشتبه نشوند، آنها را غده‌های باطنی نامیدند، چون اثر ترشح آنها در وظایف اعضای انسان مرموزتر از اثر ترشح غده‌های دیگر بدن، مثل معده که آن هم دارای ترشح است میباشد. و با اینکه دانش پزشکی از قرن 16 وارد مرحله پیشرفت شد، تا نیمه دوم قرن 19 کسی از تأثیر ترشح غده‌های باطنی در وظایف اعضای بدن اطلاع نداشت و بعد از اینکه کسب اطلاع کردند باز تا مدتی نمی‌توانستند در وظایف غده‌های باطنی بدن به نفع تامین سلامتی مردم دخالت نمایند و به طب کسی نمی‌توانست از راه جراحی در غده‌های باطنی بدن دخالت نماید، به طوری که آنها کمتر یا زیادتر ترشح کنند. تاریخ جراحی نشان نمی‌دهد که تا قرن 20 کسی از راه جراحی در غده‌های باطنی بدن دخالت کرده باشد و اولین جراح که توانست از راه جراحی در غده‌های باطنی بدن دخالت نماید زاربروک بود. بعضی از دانشمندان وظایف اعضای کبد را که صفرا ترشح می‌کند و لوزالمعده را که انسولین ترشح می‌نماید جزء غده‌های باطنی به شمار می‌آوردند، اما اکثر علمای تشریح این دو را جزء غده‌های باطنی نمی‌دانند و غده‌های باطنی بدن در نظر آنها در درجه اول غده‌های هیپوفیز، تیروئید و سورنال است که غده اول در پایین مغز قرار گرفته و غده دوم در گردن و در منطقه‌ای است که برآمدگی جلوی گردن و به قول اروپاییان سیب آدم و حوا در آنجاست و سورنال دو غده است که هر یک از آنها روی یکی از کلیه‌ها قرار دارد. علم تشریح در بدن انسان 17 غده باطنی را شرح می‌دهد که ذکر آنها سبب طولانی شدن بحث خواهد گردید. ترشح این سه غده در بسیاری از پدیده‌های زندگی آدمی از تولد تا مرگ مؤثر می‌باشد و آنهایی که از آغاز این قرن تا امروز برای طولانی کردن عمر هر انسان تحقیق می‌کنند یا علاقه دارند که زیبایی دوره جوانی را همیشگی نمایند، به ترشحات این سه غده و سایر غده‌های باطنی بدن چشم امید دوختند. از پدیده‌های زندگی انسان یک دسته به طور مستقیم وابسته به ترشح این غده‌ها میباشد و قسمتی دیگر به طور غیر مستقیم از جمله بلندی و کوتاهی قامت و فربهی و لاغری به ترشح این غده‌ها مربوط است و اگر ترشح مساعد این غده‌ها نباشد خوردن غذای زیاد انسان را فربه نمی‌کند و برعکس، و اگر ترشح مساعد این غده‌ها نباشد قامت انسان بلند نمی‌شود و پیر شدن را هم
بعضی از دانشمندان مربوط به ترشح بعضی از این غده ها می‌دانند. روز سوم ماه ژوئن سال 1948 میلادی زاربروک مثل روزهای دیگر در ساعت 7 بامداد از خواب برخاست. به طبق عادت بعد از برخاستن از خواب ریشش را می‌تراشید و به حمام می‌رفت و آنگاه صبحانه می‌خورد. بعد صبحانه او پیوسته نیمروی تخم مرغ و یک فنجان قهوه بود. عادت خوردن تخم مرغ در بامداد از دوره کودکی در زاربروک پیدا شد، چون والدین وی کم بضاعت بودند و در آلمان تخم مرغ ارزان‌ترین غذاها بود و طبقه کم بضاعت آلمان هنگام صبحانه تخم مرغ می‌خوردند. در آن روزهای بعد از جنگ تخم مرغ در برلن شرقی که مسکن زاربروک بود جیره‌بندی شده بود و آن جراح بزرگ که نمی‌توانست صبحانه دیگر بخورد به روزی یک تخم مرغ اکتفا می‌نمود. زاربروک مشغول خوردن صبحانه شد که بعد به طرف بیمارستان شاریتی رفت تا به کارهای روزانه بپردازد و در بامداد آن روز بایستی مردی به اسم هنریخ گریف را که 39 سال از عمرش می‌گذشت و هنرپیشه بود مورد عمل قرار بدهد. هر بامداد در بیمارستان شاریتی دستیار قدیم زاربروک دستور می‌داد اتاق عمل را آماده کنند و وقتی زاربروک وارد قسمت جراحی می‌شد همه چیز برای عمل آماده بود و در آن روز غیر از دستیار قدیم دستیار جدید زاربروک هم که گفتیم درباره انتخاب وی ایراد می‌گرفتند حضور داشت و بیمار را که غده‌ای در قسمت تحتانی مغز داشت و زاربروک بایستی آن غده را خارج کند به اتاق عمل بردند و زاربروک به کمک کارکنان قسمت جراحی لباس کار پوشید و دستکش ضد عفونی شده جراحی به دست کرد و وارد اتاق عمل شد. از شرح اتاق جراحی و کسانی که بایستی هنگام عمل جراحی آن هم یک عمل دقیق در مغز در این اتاق حضور داشته باشند و هر یک وظیفه ای را بر عهده بگیرند می‌گذریم، چون امروز با توسعه تلویزیون و اینکه تلویزیون ها اغلب منظری اتاقهای عمل را به نظر بینندگان میرسانند همه میدانند که در یک عمل جراحی بزرگ اتاق عمل چه شکل دارد و چه کسان در آنجا حضور دارند. آن روز بعد از اینکه بیمار را بیهوش کردند در حالی که دو دستیار قدیم و جدید در طرفین جراح بزرگ قرار گرفته بودند زاربروک شروع به عمل کرد. دستهای آن مرد 72 ساله هنگام عمل جراحی طوری با سرعت حرکت می‌کرد که پنداری یک نوازنده 20 ساله با انگشتان خود مشغول نواختن چنگ میباشد و غده مضر و زائد که در مغز بیمار بود با دست جراح بزرگ از مغز خارج شد. بعد در ظرف زباله افتاد و لحظه بعد دستیاران قدیم و جدید زاربروک که چشم از ناحیه عمل برنمی داشتند ناگهان دیدند که کارد زاربروک به سوی غده هیپوفیز رفت. آن عمل جراحی ربطی به غده هیپوفیز نداشت و جراح نبایستی به غده مذکور دست بزند. اما با اینکه دستیاران قدیم و جدید دیدند که کارد زاربروک به طرف غده هیپوفیز رفت و عمل آن غده را بی‌مورد می‌دانستند لب به سخن نگشودند و یادآوری نکردند که نباید به آن غده دست بزند تا کسی دانشجوی دانشکده پزشکی نباشد و دوره تحصیل و آنگاه کارآموزی جراحی را زیر دست استاد نگذراند و سپس دستیار یک جراح بزرگ نشود. نمیتواند بداند که احترام کسانی که زیر دست یک جراح بزرگ کار میکنند برای او در کارهای علمی و جراحی چقدر است. یک استاد جراح در نظر شاگردان یا دستیارانش به العاذ بالله چون خدای قادر و متعال است و به مخیله یک دانشجو حتی یک دستیار نمی گنجد که به یک استاد جراح ایراد بگیرد. به این جهت دو دستیار زاربروک با اینکه دیدند کارد جراحی استاد نبایستی به سوی غده هیپوفیز برود و مزاحم آن غده شود تذکری به وی ندادند و ایرادی نگرفتند. چون زاربروک را در علم و عمل دانا و توانای مطلق می‌دانستند و فکر می‌کردند که عمل کردن روی غده هیپوفیز به وسیله آن استاد نابغه مبتنی بر مصلحتی است که آنها از آن اطلاع ندارند. عمل جراحی خاتمه یافت و دستور بستن زخم از طرف استاد صادر شد. رسم جراحان بزرگ این است یا این بود که بلافاصله بعد از خاتمه یافتن عمل جراحی
از اتاق عمل خارج میشوند و دستکش جراحی را از دستها بیرون میآورند و در ظرف زباله میاندازند، چون مرتبه خود را برتر از این میدانند که پس از خاتمه عمل در اتاق جراحی خود را برای بستن زخم معطل کنند و زخم را دستیاران آنها با کمک کسان دیگر که در اتاق عمل حضور دارند میبندند. اما زایبروف بعد از خاتمه عمل بیدرنگ از اتاق جراحی خارج نمیشد و توقف میکرد تا اینکه زخم به وسیله پانسمان پوشانیده شود و پس از اینکه زخم پوشانیده شد هنوز بیمار بیهوش بود و هنگامی که او را از اتاق عمل خارج میکردند به دستیاران گفت برای به هوش آوردن او عجله نکنید. بیمار بعد از 4 ساعت که از انتقالش از اتاق عمل به اتاق استراحت گذشت به هوش آمد بدون اینکه احساس درد در سر بکند. عملی که زایبروف به انجام رسانید در مغز بیمار بود و آدمی تمام دردها را به وسیله مغز احساس می‌نماید و اگر امکان داشته باشد که یک انسان بدون مغز زنده بماند و مثل آدمی عادی به زندگی ادامه بدهد هیچ نوع درد را احساس نخواهد کرد و این یکی از واقعیت‌های حیرت انگیز است که گرچه آدمی تمام دردها را به توسط مغز احساس می‌نماید ولی خود مغز در مورد جراحاتی که بر آن وارد می‌آید بدون احساس است، یعنی درد را احساس نمی‌نماید و چون مرکز هوش و شعور میباشد و بیش از تمام سلول‌های بدن انسان هوش دارد، همین که حس کرد مرگ انسان نزدیک میباشد دیگر به وسیله اعصاب حساس رنج ناشی از درد را به انسان نمی‌چشاند، زیرا می‌داند که چون مرگ نزدیک است ضرورت ندارد که آدمی را از درد دچار رنج کند تا وی مجبور شود از مرگ ممانعت نماید. مصلحت به وجود آمدن درد در بدن به حکم مغز این است که انسان متوجه شود و تلاش کند و از مرگ جلوگیری نماید و هنگامی که مغز دانست مرگ آدمی نزدیک و غیر قابل اجتناب است دیگر به اعصاب حساس بدن دستور نمی‌دهد که در آدمی احساس درد را به وجود بیاورند و در دقایق قبل از مرگ هر نوع درد در انسان از بین می‌رود و این واقعیت را پزشکان قدیم نمی‌دانستند و برعکس فکر می‌کردند قبل از مرگ انسان دچار شدیدترین دردها می‌شود و به تصور آنها آن عذاب شدید جان را از بدن آدمی خارج می‌نماید و عذاب جان کندن که در محاوره عادی مصطلح شده بود اصطلاحی است که پزشکان قدیم به مردم آموخته بودند. چون مغز از هیچ جراحت احساس درد نمی‌نماید، هنریخ گریف پس از اینکه به هوش آمد در مغز خود احساس درد نکرد، لکن آن کس که مورد عمل جراحی در مغز قرار می‌گیرد در یک قسمت از عضلات بدن هم مورد عمل واقع می‌شود و پس از اینکه به هوش آمد در عضلات احساس درد می‌نماید، اما دست ماهر زایبروف عضلات هنرپیشه را طوری بریده بود که وی از ماهیچه‌ها نیز احساس درد نمی‌کرد. در هیچ دانشکده پزشکی روش به حرکت درآوردن کارد جراحی را هنگام یک عمل به دانشجو نمی‌آموزند و فقط بعد از اینکه دانشجو وارد تالار کالبد شکافی شد و او را مقابل جسد یک مرده قرار دادند تا کالبد را بشکافد و اولین تجربه را در جراحی به دست بیاورد، استاد طرز به دست گرفتن کارد را به او می‌آموزد و می‌فهماند که عضله یک مرده با عضله یک انسان زنده تفاوت دارد و بایستی قدری بیشتر روی کارد فشار بیاورد تا اینکه عضله مرده قطع نشود. خب زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. این رمان خیلی خیلی قشنگه و اصطلاحات پزشکی زیادی هم داره. اگر علاقه‌مند هستید به حوزه درمان حتما این کتاب رو بخونید و از این رمان زیبا لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.